بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر به همه شما بچهای عزیز. ایامتون خوش. تو این روزهای امتحانات نهایی میدونم که سفت و سخت نشستین و دارید درس میکنید، پس همراهمون باشید. داریم فصل 5 رو ویژه بچهای 10 که مختص بچهای ریاضی هست با هم دیگه کار میکنیم. اول یه مرور مختصر روی مفاهیم کلی محاسباتی فصل داریم، بعدش چی کار میکنیم؟ میریم مسائل آخر فصل که چالشی هستن رو حل میکنیم. خب اوکی، پس همراهمون باشید بریم که ببینیم چی پیش میاد. از قانون اول ترمودینامیک شروع میکنم واسهتون. قانون اول ترمودینامیک تعریفش اینه که دلتای U برابر است با Q به علاوه W. حالا اینا چی هستن؟ اگه یه دستگاهی من داشته باشم، تعریف دستگاه و محیط و این چیزها رو تو مفاهیم ابتدایی فصل هست، هر چیزی که مورد مطالعه ترمودینامیکی قرارش میدیم و مختصه های مربوط به دمای مطلق، فشار و حجمش رو بررسی میکنیم. پس من همینجا بگم داریم در مورد مختصه های ترمودینامیکی صحبت میکنیم. مختصه های ترمودینامیکی شامل فشار، حجم و دمای مطلق هستن که با معادله حالت همون PV برابر است با nRT قابل صحبت، محاسبه و پیگیری اتفاقات بود. خب بریم ببینیم که چی هستن اینا. دلتا یو میشه انرژی درونی که فقط به دما بستگی داره، یعنی دما افزایش پیدا کرد دلتا یو افزایش پیدا میکنه، دما کاهش پیدا کرد دلتا یو هم کاهش پیدا میکنه. کیو گرمای، ببینید اینجا میگم انرژی درونی سیستم یا دستگاه حاصل جمع تمام عوامل بیرونی روی دستگاه. درست شد؟ پس چی؟ عوامل بیرونی روی دستگاه. من هی سیستم میگم خارجیش. پس گرمای داده شده به دستگاه Q مثبت و کار انجام شده روی دستگاه W مثبت که حاصل جمع Q یا گرمای مبادله شده است یا گرمای داده شده به دستگاه و W کار انجام شده روی دستگاه که من همینجا همیشه به بچه‌ها میگم قبل از اینکه بریم سراغ فرایندهای ترمودینامیکی، خب اینجا من همین اول W رو تعریف میکنم برابر است با منفی P دلتای V که P فشار باشه و دلتای V تغییر حجمش باشه. این هم کار انجام شده روی دستگاه و اگر برعکس بود یعنی گرما از دستگاه گرفته شد Q منفی میشه یا کار دستگاه روی محیط کار انجام داده بود W منفی میشه. درست؟ یعنی برعکسش Q و W منفی هستن و حالا می نویسم Q منفی یا Q کوچکتر از 0 برای گرمای از دست داده و W منفی برای کار دستگاه روی محیطه، روی محیطه. این از قانون اول ترمودینامیک که اصلش همین دلتا یو برابر است با کیو به علاوه دبلیو بود. کیو گرمای مبادله شده، دلتا یو تغییر انرژی درونی، دبلیو کار انجام شده روی دستگاه و اگر مختصات و ویژگی های سیستم رو داشتیم کار رو میتونیم به دست بیاریم. دبلیو برابر است با منفی پی دلتای وی و خود پی وی مساوی با NRT. معادله حالتمون هم ما داریم، معادله حالت گاز ایدئال.
یا گاز آرمانی. خب بریم یه مسئله از قانون اول ترمودینامیک حل کنیم، ببینیم که چطوری میتونیم باشون سر و کله بزنیم. ظرفی شامل 3 کیلوگرم آب است. با هم زدن آب داخل ظرف 40 کیلو ژول کار روی آن انجام میدهیم. پس چون کار محیط یعنی کاری که روی دستگاه انجام شده، پس کارم مثبت و 40 کیلو ژول. دیگه در این مدت 31 کیلو ژول گرما از ظرف به بیرون منتقل می شود. پس از دست میده، از دست دادن و این کیو گرمایی که از دست میده منفی 31 کیلو ژوله. انرژی درونی آب چقدر تغییر میکنه؟ خیلی راحت. دلتا یو برابر است با کیو به علاوه دبلیو مساوی است با کیو منفی، چون گرما از دست میده، منفی 31 کیلو ژول. من بر حسب کیلو می‌نویسم، آخرش هم بر حسب کیلو نگرش میدارم، ولی بهتره که ضرب در 10 به توان مثبت 3 شون رو بذارم، ولی خب فرقی نمیکنه، حالا تهش میتونم بذارم. به علاوه دبلیو که چقدر باشه؟ 40 کیلو ژول و 40 و منفی 31 میشن 9 کیلو ژول یا 9 ضرب در 10 به توان 3 ژول. این میشه تغییر انرژی درونی برای این 3 کیلوگرم آب. اصلا 3 کیلوگرم نیاز نبود از عددش استفاده بکنیم، فقط برای شاید من میگم گمراهی داده بود، یه توجهی بکنید ببینید که کسی گول میخوره یا نه. بریم سوال از مجموعه فرآیندهای ترمودینامیکی تمامی مرحله به مرحله تغییر در وضعیت یا اصطلاحاً مختصه های ترمودینامیکی یک دستگاه رو من بهش میگم فرآیندهای ترمودینامیکی. این فرآیندها ما 4 تا حالت خاصشون رو میخوندیم. یک، فرآیند هم حجم بود. توی فرآیند هم حجم همونطور که اسمش سرش هست، حجم ثابت V مساوی است با ثابت، یه مقدار ثابته. درست. توی تمامی فرآیندهای ترمودینامیکی که میخونیم، حالا مقدار گاز یا مایعی که داریم، من کلا میگن سیال. خب سیالمون مقدارش ثابته، مقدار ثابت، پس Nش ثابت میشه. N یعنی مقدار ماده که همون بر حسب مول باشه. اگر فرآیند هم حجم رو بخوام بررسی بکنم که V ثابت باشه، W برابر بود با منفی P دلتای V. درست؟ پس اینجا اتفاقی که میفته دلتای V صفره، پس کارم هم صفر میشه. پس اتفاقی که اینجا دارم دلتای U که میشد Q به علاوه W صفر میشه و دلتا U فقط برابر با Q میشه برای فرآیند هم حجم. خب و من بازم برای یادآوری می‌نویسم PV به روی NT یا P1V1 به روی N1T1 مساوی است با P2V2 به روی N2T2. اینجا باز هم N که مقدار ماده ثابت خط میخوره، V هم که حجم باشه خط میخوره، میمونه P به روی T1 P1 به روی T1 مساوی است با P2 به روی T2. من اینجا به دست میارم که تغییراتش به چه شکل هست. این برای فرآیند هم حجم. فرآیند بعدی فرآیند هم فشاره. هم فشار، همونطور که از اسمش معلومه فشار ثابته، P برابر است با این مقدار ثابت. نتیجه فشار ثابت بودن برای من هیچ کمیتی رو صفر نمیکنه. توی اینجا کتاب میاد کار رو دوباره تعریف میکنه، W بر اساس منفی P دلتای V. درست شد؟ کار انجام شده روی دستگاه، کار روی دستگاه رو تعریف میکنه کتاب که میگه برابر است با منفی P دلتای V. که اگر افزایش حجم داشتم یعنی انبساط رو داشتم، انبساط رو داشتم، دلتا ویم مثبت
خب دلتا وی مثبته، در نتیجه کارم منفی میشه. اگر تراکم رو داشتم دلتا وی منفیه، منفی در منفی میشه مقدار مثبت، چون فشار که نمیتونه منفی باشه، پس دبلیو میشه کارم مثبت میشه. و اگر بخوام بر حسب متغیرهای ترمودینامیکی P1 V1 به روی N1 T1 بنویسم مساوی با P2 V2 به روی N2 T2، چیزی که ثابت اینجا N که ثابت بود، P ها هم ثابت میشن، پس V1 به روی T1 مساوی با V2 به روی T2 و دلتا U هم هیچ تغییری نمیکنه. درست شد؟ دلتا U همون برابر است با Q به علاوه W و مقدارش هیچ کدوم از کمیت‌هاش صفر نمیشن. مورد سوم فرایند همدماه. همونطور که از اسمش مشخصه یعنی T ثابته، T یه مقدار ثابته، دما ثابته. نتیجه دما ثابت بودن یادتون هست دیگه، دلتا U فقط به دما بستگی داشت، فقط به دما بستگی داره. پس چون دلتا یو فقط به دما بستگی، دما هم ثابته، پس دلتا یوم صفر میشه چون دما ثابته. پس دلتا یوم مساوی با کیو به علاوه دبلیو، دلتا یوم صفر میشه. در نتیجه چیزی که واسه من میمونه کیو برابر است با منفی دبلیو، کیو برابر است با منفی دبلیو. و اینجا هرچی کار روی سیستم انجام بشه گرماش میشه منفی اون. خب یعنی کار اگر روی دستگاه انجام شود، کار مثبت انجام شود، کار مثبت هم چی بود؟ کار مثبت تراکم بود. کار مثبت باشه تراکم بدم، اتفاقی که میفته کیو یا گرما آزاد میکنه، گرماش منفی میشه، گرما از دست میره. درست شد؟ خب و حالا میرم سراغ فرایند بی‌درو. مورد 4 فرایند بی‌درو. همونطور که اسمش سرش هست چیزی واسه در رفتن وجود نداره توش. حالا چه چیزی در نمیره؟ گرما در نمیره. پس توی فرایند بی‌درو کیو مساوی با صفر میشه. درست؟ گرما در نمیره و حالت ایزوله داره، یه اصطلاحاً آدیاباتیک هم بهش میگن. پس دلتا یو که مساوی با کیو به علاوه دبلیو، اینجا کیوش صفر میشه. پس چیزی که من دارم تنها دلتا یو برابر است با دبلیو، یعنی کار روی سیستم انجام شد، کار مثبت بود، دما افزایش پیدا میکنه. کار روی سیستم انجام شد، کار منفی بود، دما کاهش پیدا میکنه. درست شد؟ انرژی درونی رابطه مستقیم با کار پیدا میکنه. و یه نکته مهم اینجا هست، یک نمودار منحصر به فردی ما داریم، بهش میگیم نمودار P در V، یعنی فشار بر حسب حجم. این نمودار PV چیزی که به من میده، حالا از در یک فشار ثابت در P1 از V1 مثلا یک فرایندی رخ بده، جسم رو یا سیستم رو حجمش رو افزایش بده. خب مثلا فرایندها رو به این شکل میکشه، از این نقطه با فلش فشار ثابت، افزایش حجم از V1 به V2. این مساحت زیر سطح نمودار به من چی میده؟ این S مساحت زیر سطح نمودار، مساحت زیر نمودار یا همون S به من اندازه کار رو میده. اندازه کار یعنی چی؟ قدر مطلق W برابر است با S، یعنی مساحت زیر سطح نمودار به من اندازه کار رو میده. که حالا دوباره از نکات بالا میتونم استفاده بکنم. اگر افزایش حجم بود یعنی انبساط بود، کارم منفی میشه. اگر تراکم بود یا کاهش حجم بود، کارم مثبت میشه.
بریم سراغ مسائلش. سوال 4 مسائل آخر فصلتون از مباحث فرآیندهای ترمودینامیکی. نمودار پیوی گاز رعیر در شکل زیر نشان داده شده است. در این فرآیند با فرض آنکه انرژی درونی در نقطه 1 برابر 456 جول، یعنی U1 این نقطه U1 برابر است با 456 جول و در نقطه 2 یعنی اینجا U2 برابر با 912 جول باشد، چقدر گرما مبادله شده است؟ آیا گاز گرما گرفته است یا از دست داده است؟ خب بریم نگاه بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. قاعدتاً چون از نقطه 1 خب به نقطه 2 رفته، من دلتا یو رو می نویسم U2 منهای U1 مساوی است با 912 منهای 456. در نتیجه دلتا یو برای من به دست میاد 456 جول. پس دلتا یوم رو من توی این فرایند، ببین این یک فراینده ها، این یک فرایند ترمودینامیکی از نقطه 1 به نقطه 2 رفته. خب توی این فرایند دلتا یو تغییر انرژی درونی به اندازه 456 جول هست. خب چقدر گرما مبادله شده؟ دلتا یو، تعریف دلتا یو رو بنویسیم. دلتا یو برابر است با Q به علاوه W. خب از ما Q رو خواسته، دلتا یو هم که دارم. خب چجوری W رو به دست بیارم جایگذاری بکنم؟ W رو خب از قدر مطلق W رو از S به دست میارم، مساحت زیر سطح نمودار. خب به من مساحت زیر سطح نمودار PV به من چی میده؟ کار رو میده. حالا من این تیکه رو باید به دست بیارم. بر حسب زوزنقه هم میتونم به دستش بیارم. خب فقط تنها نکته‌ای که داره کمیت ها باید به SI تبدیل بشن، یعنی من نمیتونم از اتمسفر استفاده کنم، باید خطش بزنم ضرب در 10 به توان 5 رو کنم که بر حسب پاسکال به دست بیارم و نمیتونم از لیتر استفاده کنم، خطش میزنم ضرب در 10 به توان منفی 3 متر مکعب میکنم. درست شد؟ خب پس مساحت زیر سطح نمودار برای من یه زوزنقه است. ضلع بزرگش میشه مقدار 3 پرانتز می‌نویسم 3 به علاوه ضلع کوچیکش 2. این 3 به علاوه 2 باید بر حسب اتمسفر هست و باید بر حسب پاسکال تبدیل بشه، یعنی ضرب در 10 به توان 5 میشه. خب این تازه برای خود فشار هست. ضرب داره ارتفاعش چقدر؟ ارتفاع 3 منهای 1 که میشه 2. اما 2 لیتر چقدر تغییر حجمش که 2 لیتر باشه؟ ضرب در 10 به توان منفی 3 میشه. پس 2 ضرب در 10 به توان منفی 3 تقسیم بر 2. شروع کنم به ساده کردن و محاسبه. این 2 با این 2 میره 10 به توان منفی 3 با 5 ساده میشه منفی 2 مثبت ببخشید 2 باقی میمونه. 3 به علاوه 2 میشه 5. درست شد؟ 3 به علاوه 2 میشه 5 و 5 ضرب در 10 به توان 2. 5 ضرب در 10 به توان 2 میشه 500 و واحدش هم که جوله. پس کار من معادل اندازش میشه 500 جول. اما چون انبساطه، خب ببینید چون انبساط افزایش حجم داشتم، انبساط افزایش حجم دلتای وی مثبت، پس کارم منفی میشه. خب پس کار میشه منفی 500 جول، یعنی W برابر است منفی 500 جول. حالا جایگذاری میکنم دلتا یو رو که دارم 456 از این رو میام این پایین شروع میکنم به جایگذاری. 456 برابر است با دلتا یو بود Q به علاوه W که منفی 500 شد، منفی 500 جول. منفی 500 میره اون طرف، Q برابر است با 456 به علاوه 500 که میشه 956
ژول و چیه؟ مثبت هم هست. گرما رو به دست آوردم و فرایند گرما گرفته، چون مقدارش مثبت هست پس گرما گرفته یا از دست داده؟ گرما گرفته است، درسته؟ چون مقدارش مثبته. بریم برای سوال 7 مسئله آخر فصل کتاب. مطابق شکل زیر حجم گازی آرمانی طی 3 فرایند هم فشار، من هایلایتشون میکنم، هم فشار، هم دما و بی در رو از V1 به حجم بزرگتر V2 میرسد. یعنی من چی دارم اینجا؟ یعنی من انبساط دارم، انبساط دارم، یعنی دلتا ویم مثبته. خب وقتی دلتا وی مثبت باشه همینجا برگردم بگم کارم منفیه. خب بریم اندازه کار انجام شده توسط گاز رو توی این 3 فرآیند مقایسه بکنیم. بخش الفش میشه، خب من میدونم اول از همه چون می‌نویسم اینجا، چون دلتای وی مثبت انبساطه و در نتیجهش W میشه منفی پی دلتای وی، پس W من منفی میشه، کارم منفی میشه. به صورت کلی برای هر 3 تا فرآیند، یعنی آبی، آسی و عادی، کار من منفیه. خب حالا برم مقایسهش بکنم. مساحت زیر سطح نمودار پی وی به من چی میداد؟ باریکلا، قدر مطلق کار رو میداد. خب پس من میتونم اندازش رو مقایسه بکنم. اول از همه از فرایند آبی شروع میکنم. فرایند آبی تقریبا یک مستطیل رو برای من تشکیل میده. خب تقریبا یک مستطیل رو تشکیل میده. این فرایند W آبی هست، درست. فرایند بعدی فرایند همدماست که من بنویسم همفشار. فرآیند بعدی فرآیند همدما منحنیش یه مقدار شیبش کمتره تا بی در رو، پس دوباره یه حالت مثلا مستطیلی شکل، با این تفاوت که یه ضلعش یه مقداری شیب داره و شیبش هم کم هست. خب که اینجا این همدما بود، همدما. پس همین الان چون این یه تیکه رو، خب این یه تیکه رو کوچکتر شده، این WAC، پس این WAC باز کوچکتر W آبی میشه. بعدی چیه؟ بعدی فرایند بی‌درو. تو فرایند بی‌درو کلا شیب بیشتره، شبیه فرایند همدما هست، با این تفاوت که شیب نمودار هم یه مقدار بیشتره. من این شکلی میکشم که میخوام شیب نمودار رو بیشتر بکشم. این بی‌درو، درست شد؟ توی فرایند بی‌درو شیب نمودارم بیشتره، باز دوباره این و این قسمت بالایی هم نسبت بزرگتری خالی میشه، پس W عادی از همه کوچکتر، W آبی از همه بزرگتر. من 3 تاشون رو با هم دیگه مقایسه کردم. پس این بخش الف. بخش ب، دمای نهایی رو در این فرایند مقایسه بکنید. دمای نهایی اگر برای بخش ب از فرمول PV مساوی است با nRT استفاده بکنم، هر 3 تاشون حجم یکسان B، C و D در یک حجم یکسان. ببینید این 3 تا در یک حجم ثابت. خب اونی که فشار بیشتری داره دمای بیشتری داره. برم نگاه بکنم. B میبینم که پی B فشار بالاتریه، پی C فشار نسبتاً پایین تر و پی D فشار باز پایین تر. اونی که فشار کمتر داره
دماش هم کمتره. پس من میتونم نتیجه بگیرم T3 بزرگتر از T2 و بزرگتر از T1 هست. خب این هم از بخش ب که خیلی راحت دما رو با هم دیگه مقایسه کردم. برم سراغ بخش پ. بخش پ یه مقداری قصه داره. گفته گرمای داده شده به گاز رو توی این فرآیندها با هم مقایسه بکنید. شروع کنم نوشتن. از چه رابطه استفاده میکنم؟ دلتا یو برابر است با کیو به علاوه دبلیو، قانون اول ترمودینامیک. خب مختصر بنویس قانون اول ترمودینامیک. میگم ق1 نخونینش قات ها قات بزنید، نه، قانون اول ترمودینامیک که دلتا یو برابر است با کیو به علاوه دبلیو. برای هر سه تا فرآیند جدا این رو می‌نویسم. از فرآیند همفشار دلتا یو آبی برابر است با کیو آبی. من چون میخوام گرما رو مقایسه بکنم، خب کیو برابر میشه با دلتا یو منهای دبلیو. خب درسته، این شکلی می‌نویسم. پس کیو آبی برابر میشه با دلتا یو آبی منهای دبلیو آبی. خب این از آبی درست شد. دلتا یو اولا مقایسه بکنم از یه دمای T2 رفته به دمای T3. T3 بزرگتر بود، از T2 رفته به T3 که دمای بیشتری داره. پس دلتا یوم مثبته. کارم هم چون انبساطی بود منفیه. پس من میتونم این کیو رو بنویسم دلتا یو مثبت به علاوه قدر مطلق دبلیو که این دلتا یو مال آبی بودن، دبلیو هم مال آبی بود. دبلیو آبی هم که از همه بزرگتر بود. درست شد؟ دبلیو آبی هم که از همه بزرگتر بود. پس بریم بقیه رو مقایسه بکنیم، آخر سر برمیگردیم. برای کیو بی آسی برابر است با دلتا یو آسی منهای دبلیو آسی. اینجا چون همدماه فرایند آسی همدماه، دلتا یوش صفر میشه. فرایند همدما دلتا یوش صفر میشه. دبلیو هم که یه مقدار منفی بود، افزایشی بود، پس میشه قدر مطلق منفی در منفی مثبت، میشه قدر مطلق دبلیو کیو میشه به اندازه قدر مطلق دبلیو کدوم؟ آسی. درست. بریم برای آخری و مقایسه بکنیم. کیو آدی همین الان فرایند بی در رو ویژگی که داره چیه؟ کیوش صفره، بی در رو. پس دیگه اصلا فرمولی هم نمیخواد بنویسم. پس حالا من مقایسه میکنم کیو آبی یه دبلیو با دلتا یو. دبلیو آبی هم که از همه بزرگتر بود، پس اینجا خلاصش رو بنویسم. کیو آبی از همه بزرگتر، بعدش کیو آسیه که به اندازه دبلیو آسیه. دبلیو آسی هم دبلیو میانه بود، پس میشه کیو آسی. و در آخر سر هم کیو آدیه که مقدارش صفره. درست شد؟ سوال یه مقداری مفهومی بود زیاد. برم قبل از اینکه در مورد مسائل چرخ‌های ترمودینامیکی صحبت بکنم، خب بیایم با هم دیگه خود چرخه رو تعریف بکنیم، ببینیم چرخ‌های ترمودینامیکی چی هستن اصلا. مجموعه از فرآیندهای ترمودینامیکی. خب مجموعه از فرآیندهای ترمودینامیکی یعنی گذار یا حرکت از یک حالت ایستا با صورت ایستاوار، فرآیند ایستاوار، از یک نقطه یا از یک مجموعه مختصات ترمودینامیکی به نقطه دیگه، خب میشد فرآیند ترمودینامیکی. خب حالا
اگر مجموعه ای از فرایندها، یعنی طی چند فرایند ترمودینامیکی، من یک سیستم رو از یک حالت اولیه ببرم به حالتهای بعدی 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 و در نهایت برگردم حالت، مثلا این حالت 1 باشه، این حالت 2 بشه، این حالت 3 بشه، این حالت 4 بشه و دوباره برگردم به حالت اولیه، به این میگن یک چرخه ترمودینامیکی. درست شد؟ حالا این چرخه ها چون دلتا یو فقط به دما و حالت اولیه، یعنی تابع حالت هستن و حالت اولیه و نهایی بستگی داره، چون حالت اولیه و حالت نهایی بعد از یک دور چرخش، یعنی حالت 5 هم اینجا اگه اضافه کنم، حالت 5 همون حالت 1 میشه. چون حالت اولیه و حالت نهایی یکسانه، پس در تمام چرخه های ترمودینامیکی دلتا یو هر چرخه ترمودینامیکی صفره. تغییر انرژی درونی هر چرخه ترمودینامیکی صفره، چون حالت اولیه و حالت نهاییش یکسانه، دوباره برمیگرده سر جای اولش. اما چیزهایی که من دارم، دوباره یادتون هست میگفتیم مساحت زیر سطح نمودار پی وی به من چی میده؟ آباریکلا. اونایی که خوب یادشون هست، بلای مشهور، ما میدونیم یادمون هست چیه؟ چی میداد به من؟ مساحتش به من کار میداد. چیه کار رو میداد؟ خود کار رو میداد، مثبتش منفیش، نه قدر مطلقش رو به من میداد. اینجا قدر مطلق W برابر میشد با S. خب حالا اینجا هم دوباره مساحت محصور در این شکل چرخه ترمودینامیکی، هر شکلی که باشه، این مساحت محصورش به من چی رو میده؟ قدر مطلق کار رو میده. پس مساحت محصور در چرخه ترمودینامیکی در نمودار پی وی چی میده؟ به من اندازه کار رو میده. اندازه کار یعنی قدر مطلق W را میده. فقط یه نکته، من از کجا آقا مثبت و منفی بودنش از کجا به دست بیارم؟ اینجا یه استدلالی میکنیم، میگیم چرخه هایی که اینا چی هن؟ در جهت عقربه های ساعت دارن میرن، پس چی هن؟ اصطلاحاً اینها ساعت گردن. خب چرخه های ساعت گرد W شون منفیه، کار منفی دارن، و چرخه هایی که چی باشن؟ این خلاف جهت عقربه های ساعت میره، به این میگن پاد ساعت گرد. چرخه های پاد ساعت گرد یعنی خلاف عقربه جهت عقربه های ساعت، کارشون مثبت، کار مثبت. درست شد؟ همچنان هم قانون اول ترمودینامیک رو داریم که دلتا یو برابر است با کیو به علاوه دبلیو. پس توی یک چرخه ترمودینامیکی، در یک چرخه کامل، چون دلتا یو صفر میشه، کیو برابر است با منفی دبلیو. بریم سوال باش حل کنیم. اولین سوال 8 که باز دوباره یادآوری کرده و از ما خواسته برای چرخه گازی که نمودار پی وی آن در اینجا نشان داده شده، داره در مورد چرخه صحبت میکنه. یعنی مثلا از این حالت شروع کرده، حالت A، رفته حالت B، اومده حالت C و دوباره برگشته حالت A. خب گفته دلتا یو، دبلیو و کیوش رو تعیین علامت بکنید. اول از همه دلتا یو هر چرخه مساوی است با چرخه مساوی است با صفر. انرژی، تغییر انرژی درونیش صفره، چون حالت اولی و نهاییش یکسانه. بعد از قانون اول ترمودینامیک، دلتا یو مساوی است با کیو به علاوه دبلیو، چون دبلیو صفره، کیو برابر میشه با منفی دبلیو. خب حالا کار رو من مشخص بکنم چی باشه؟ مساحت محصور در نمودار. خب من که نمیتونم اندازش رو بگیرم، تحلیلی از چی بگم؟ جهت حرکتش. این جهت حرکتش در خلاف جهت عقربه های ساعت، پس این پاد ساعت گرده. پاد ساعت گردم چی بود؟
پاد ساعتگردم Wش مثبت بود، پس کار مثبته و گرما مقدارش منفی میشه. خب یک گاز کامل چرخه نشان داده شده در شکل زیرو رو میپیماید. دمای گاز در حالت یک، یعنی این حالت، یعنی این حالت 200 کلوین است، پس تی یکم 200 کلوینه. الف، دما رو در 3 نقطه دیگر. اوفی عجب سوالی، باید شروع کنیم به نوشتن. چیا رو می نویسم؟ P1 V1 به روی N1 T1 مساوی با P2 V2 به روی N2 T2. درست شد؟ خب چیکار کنم؟ چیا خط بخورن؟ چون مقدار گازم ثابته خط میخورن ها. فشارم هم ثابته، فرایند 1 تا 2. ببخشید فرایند 1 تا 2 اینجا بنویسم 1 تا 2 حجم ثابت. درسته؟ مقدار حجم تو این فرایند ثابته، پس وی ها هم با هم خط میخورن. چون نسبی هست فرمول نیاز به تبدیل واحد از اتمسفر به پاسکال که باید ضرب در 10 به توان 5 بشه، ضرب در 10 به توان 5 بشه ندارم. از اون برای حجم رو هم که بر حسب لیتر برای ضرب در 10 به توان منفی 3 که متر مکعب باشه فعلا ندارم. یا شد اینجا ندارم، برای بخش الفش ندارم. خب بیام حساب کنم P1 به روی T1 مساوی با P2 به روی T2. P1 چقدره؟ 1 اتمسفر. T1 200 کلوین مساوی با P2 چقدره؟ 3 اتمسفر. T2 خب دیگه از این ساده تر نسبت تناسب 1 ضرب در 3 شده که شده 3، 200 هم باید ضرب در 3 بشه که T2 به دست بیاد. در نتیجه T2 برای من میشه 3 تا 200 تا 600 کلوین. این از این. خب برم آیا میتونم 1 با 3 رو اندازه‌گیری کنم؟ بله میتونم، ولی چون تو این فرایند 2 مرحله رفته من باید یه مقداری تک تک فشارها رو بذارم و ازشون اندازه‌گیری بکنم. چیکار میکنم؟ میرم فرایند 2 تا 3 رو میگیرم که فرایند 2 تا 3 چی باشه؟ فرایند همفشار باشه. من همیشه میخوام این فرمولا خط بخورن این چیز ساده بشه واسه من. آقا ما این چیزی بگو ساده بشه، حال نداریم یه غم محاسبات و شلوغ پلوغ داشته باشیم. یا آقا مرحله به مرحله پیش برو، اونی که ساده تره رو بگرد پیدا کن و انجامش بده. پس من میرم سراغ P2 V2 به روی N2 T2 مساوی با P3 V3 به روی N3 T3. خب حالا تو فرایند 2 تا 3 فرایند 2 تا 3 من نگاه میکنم میبینم فشار ثابته، پس فشارها خط میخورن. اینها هم چون مقدار مادم ثابته خط میخوره، میشه V2 به روی T2 مساوی با V3 به روی T3. در نتیجه بازم میگم چون نسبی نیاز به تبدیل ندارم، V حالت دوم چقدره؟ 100 لیتره، پس می‌نویسم 100 تقسیم بر T2 که به دست آورده بودم چقدر بود؟ 600 مساوی با V3 حجم حالت سم چقدره؟ 300. پس T3 چقدر میشه؟ دوباره از همون نسبت تناسب بسیار راحت و مفت و مجانی 100 ضرب در 3 شده که شده 300. 600 هم باید ضرب در 3 بشه. در نتیجه T3 مساوی با 3 تا 600 تا میشه 1800 کلوین. درست شد؟ اینم میشه T3. حالا دوباره مثل قبل بیام فرایند 3 تا 4 رو بگیرم. فرایند 3 تا 4 چه ویژگی داره؟ دوباره فشارش تغییر پیدا میکنه، کم میشه، اما حجمش ثابته. پس حجم ثابت یا هم حجم. دوباره رابطه ها رو می‌نویسم. این دفعه برای 3 و 4 P3 V3 به روی N3 T3 مساوی با P4 V4 به روی N4 T4.
چیا ثابتن خط میخورن؟ n که مقدار ماده ثابته و حجم هم تو این فرآیند 3 تا 4 ثابته، پس حجما هم خط میخورن، میمونه P3 به روی T3 P4 به روی T4. شروع بکنم به نوشتنشون. P3 چقدره؟ حالت 3 فشارش 3 اتمسفره. دمای حالت 3 چقدر بود؟ 1800 کلوین که تو مرحله قبل دست آورده بودم. P4 چقدره؟ فشار شده 1 اتمسفر، کم شده. پس T4 چقدر باشه؟ دیگه از ساده تر 3 تقسیم بر 3 شده که شده 1. پس 1800 هم تقسیم بر 3 میشه که بشه T4. پس T4 1800 تقسیم بر 3 که میشه 600. 3 تا 600 تا میشه 1800 تا. یعنی برمیگردیم به همون دمایی که تو نقطه 2 داشتیم. درست شد؟ خب پس من دمای 1 رو که خودش داده بود 2 3 و 4 رو به دست آوردم از معادل حالت گاز که به صورت نسبی حالت هر کدوم با حالت قبلی رو به دست می آوردم. خب برم برای بخش ب. کار انجام شده در این فرایند رو حساب بکنیم، در این چرخه رو ببخشید حساب بکنیم. کارم میشه مساحت داخل سطح نمودار، قدر مطلق کار رو به من میده. اما کارم مثبت یا منفیه؟ چون چرخم دقت بکنید چرخم ساعت گرده، چون چرخم ساعت گرده کارم منفیه. چرخه ساعت گرد کارش منفی میشه، ساعت گرد، پس W منفیه. پس W میشه منفیه. من این منفیش رو میذارم، بعد میرم سراغ اندازه‌گیری مساحت. میشه طول ضرب در عرض. طولش چقدره؟ 300 منهای 100 میشه 200. اما این 200 باید ضرب در 10 به توان منفی 3 بشه، حواستون باشه. 200 ضرب در 10 به توان منفی 3. عرضش چقدره؟ این تغییرات فشار 3 منهای 1 که میشه 2 ضرب در 2 ضرب در 10 به توان مثبت 5ش که تبدیل اتمسفر به پاسکال باشه رو یادتون نره حتما. شروع میکنم به ساده کردن. اول از همه 10 به توان منفی 3 کلش با 10 به توان منفی 5 میره، 10 به توان مثبت 5 میره، مثبت 2 میمونه. 2 تا 200 تا 400 تا میشه 400 ضرب در 10 به توان 2. من همینو می‌نویسم و منفی هم که داره میشه، پس میشه منفی 400 ضرب در 10 به توان مثبت 2. اینم اینجا می‌نویسم. ساعت گرد W منفی 400 ضرب در 10 به توان 2 یا 4 ضرب در 10 به توان 4 منفی 4 ضرب در 10 به توان 4 ژول. اینم کار انجام شده توی این چرخه. بخش P و T در چه فرآیندهای گاز گرما گرفته و در چه فرآیندهای گاز گرما از دست داده است؟ خب به صورت کلی من توی هر فرآیند میتونم دلتا یو رو بنویسم واسش و کار رو انجام بدم واسش. اول از همه از ببینید مفهومی بخوام بگم، مفهومی توی فرآیند 1 تا 2 چون کار صفره کاری انجام نشده، مثلا زیر سطح نموداری ندارم، کار صفره، در حجم ثابت فشار افزایش پیدا کرده. پس حجم ثابت اتفاقی که افتاده فشار افزایش. چطوری فشار افزایش پیدا میکنه وقتی حجم ثابته؟ دقیقاً شبیه زود پس گرما میگیره، خب و فشار افزایش پیدا میکنه. پس فرآیند 1 تا 2 کیوش مثبت، گرما گرفته. دیگه فرآیند 3 تا 4 چطور؟ فرآیند 3 تا 4 خیلی راحت برعکسشه. 3 تا 4 اتفاقی که واسش افتاده
دوباره کارش صفره، حجم ثابته، فشار کاهش پیدا کرده. چجور فشار کاهش پیدا کرده؟ انرژی گرمایش رو داده، پس کیوش منفیه، گرما از دست داده. درست شد؟ یعنی کیوه 3 تا 4. برم فرایند 2 تا 3 رو نگاه کنم. 4 تا 1 هم دقیقا برعکسش میشه هرچی بود. توی فرایند 2 تا 3 دلتا یو برابر است با کیو به علاوه دبلیو. توی فرایند 2 تا 3 برمیگردم. توی فرایند 2 تا 3 اتفاقی که افتاده در فشار ثابت، ببین فشار ثابته، توی یک فشار ثابت حجم افزایش پیدا شد کرده. افزایش حجم یعنی دلتا وی مثبت بوده. بعد فارسی بنویسم حجم افزایش. خب اگه حجم افزایش پیدا بکنه به طور معمول قاعدتا باید فشارم کاهش پیدا بکنه، اما اینجا فشار ثابت نگه داشته شده. پس با افزایش حجم و فشار ثابت باید یه دمایی به منبع داده می شده، یعنی گرمایی می گرفته. پس کیوش مثبته، گرما گرفته. و اما فرایند 4 تا 1 چی؟ فرایند 4 تا 1 دقیقاً برعکسشه. دوباره در فشار ثابت، توی این فشار ثابت حجمش کاهش پیدا کرده، پس مدام همزمان با کاهش حجم، چون اگر دما داشت، اگر گرما ثابت نگه داشته میشد، اگر دماش ثابت نگه داشته میشد فشارش باید زیاد میشد و به خاطر کم کردن این فشار باید یعنی میخوام فشار ثابت باشه با کاهش حجم، چون حجم چیزی رو وقتی کم بکنید فشارش زیاد میشه دیگه، پس باید انرژیش هم، انرژی گرمایش هم کاهش پیدا بکنه. پس کیوش منفی میشه، یعنی گرما از دست داده، گرما از دست داده. همونطور که مشخص شد فرآیند 1 تا 2 گرما گرفته، فرآیند 1 تا 2 من رو با آب مشخص بکنم، گرما گرفته، یک کیوی گرفته. فرایند 3 تا 4 اون گرما رو داده بیرون. درست شد؟ خب فرایند 2 تا 3 دوباره چون در فشار ثابت افزایش حجم داشته یک گرمایی گرفته. توی فرایند 4 تا 1 چون در فشار ثابت حجمش کم میشه اون گرما رو پس داده بیرون. پس فرآیند 1 تا 2 و 3 فرآیند 1 تا 2 و 2 تا 3 گرما گرفته، فرآیند 3 تا 4 و 4 تا 1 گرما از دست داد. توی سوال بعدی میخوام در مورد گاز داخل یک استوانه چرخه مطابق شکل‌ریزی را طی میکنه یا میپیماید. گرمای مبادله شده در این چرخه چند جول است؟ خب چجوری آقای مشرف چجوری به دستش بیاریم؟ اول از همه فکر میکنم ببینم که داره در مورد چه حرف میزنه. در مورد چرخه حرف میزنه. چرخه ها من میدونم که دیگه حرفه‌ای شدم، توی چرخه ها دلتا یو مساوی است با 0. پس از آ برسه تا بی برسه تا سی بعد دوباره برگرده تو آ، دلتا یو 0. پس دلتا یو که 0 برابر بود با کیو به علاوه دبلیو. پس سوال از من گرمای مبادله شده داره میخواد، گرما برابر است با منفی دبلیو. خب آقا دبلیو رو از کجا به دست بیارم؟ کار رو از کجا به دست بیارم؟ آقا اینجا که از قبل هم به شما گفتم دیگه، قدر مطلق این مساحت محصور در منحنی پی وی به من قدر مطلق کار رو میده.
درست اندازه کار رو به من میده. حالا از کجا منفی مثبتش رو پیدا بکنم؟ آقا چرخم چرخه چیه؟ حرکتش نمودارش نمودار ساعتگرد در جهت عقربه های ساعتن. ساعتگرد. پس کار من منفیه. درست؟ کار من منفیه. پس Q برابر است با منفی، دوباره پرانتز باز، جای W میذارم منفی S. درست؟ چون اسم من قدر محتوی کار یا اندازه کار رو میداد. کار من منفیه، منفی در منفی مثبت، پس Q دقیقاً برابر میشه با S یا مساحت زیر سطح منحنی. و حواسم هم هست که پی ها بر حسب اتمسفر باید خط بخورن، ضرب در 10 به توان 5 که به پاسکال تبدیل بشه، و حجمم به لیتر باید ضرب در 10 به توان منفی 3 بشه که به متر مکعب تبدیل بشه. پس اینجا من همه اینها رو لحاظ میکنم. مساحت مثلث قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2، فرض میکنم قاعدش این باشه 3 منهای 1، یعنی این تیکه ببخشید سی منهای 10 که میشه 20 ضرب در 10 به توان 5 پاسکال، ضرب در ارتفاعش تغییر حجمش که معادل ارتفاع باشه 4 منهای 1 که میشه 3 ضرب در 10 به توان منفی 3، و حالا کلش رو تقسیم بر 2 میکنم. اینجا شروع میکنم به ساده کردن. اول 10 به توان منفی 3 با 10 به توان 5 ساده میشه، 2 باقی میمونه، 3 تاش میمونه 2 میمونه. این 2 با 20 ساده میشه 10. 10 تا 3 تا میشه 30 تا، و ضرب در 10 به توان 2 یا همون 100، 30 ضرب در 100 میشه 3000 ژول. مثبت هم هست، پس گرما گرفته است. بریم سراغ سوال 12 از مسائل آخر فصل از اون چرخه‌های ترمودینامیکی که محاسبات ریز و خورده داره. دستگاهی متشکل از 32 صدم مول. پس اینجا جز تک مسائلیه که مقدار ماده رو هم به من داده که 32 صدم مول هست، همون N. گاز کامل تک اتمی حجمی برابر 2.2 لیتر. پس این حجمی که اینجا داره 2.2 لیتره در فشار 2.14 اتمسفر دارد. پس اینجا اولا حواستون باشه اتمسفر برای تبدیلات من باید خطش بذارم، یعنی اگر خواستم چیزی رو دقیق محاسبه بکنم اتمسفر باید ضرب در 10 به توان 5 بشه که بشه بر حسب پاسکال، و لیتر هم باید ضرب در 10 به توان منفی 3 بشه که بشه به متر مکعب. درست شد؟ خب حالا دستگاهی متشکل از 32 صدم مول گاز کامل تک اتمی حجمی برابر 2.2 لیتر رو در فشار 2.14 اتمسفر اشغال کرده. این دستگاه چرخه متقاعد شکلی زیر طی میکنه که در اون فرایند CA فرایند همدماست. این نکته قشنگیه، فرایند CA فرایند همدماست. پس من اینجا دارم که توی دلتا یو سی آ مساوی با 0. چرا؟ چون تی آ برابر است با تی سی، یعنی فرایند همدماست. تی آ و تی سی با هم دیگه برابرن. خب ببینم در مورد چی داره صحبت میکنه. الف دما رو در نقاط آ و بی و سی، بی آ و سی قاعدتا به دست بیاره، خب فرقی نمیکنه. من از نقطه آ شروع میکنم، هرچی تی آ شد تی سی هم همون میشه. اطلاعات رو هم دارم. باید از چی استفاده بکنم؟ باید از معادله حالت گاز کامل استفاده بکنم. اینجا چاره‌ای ندارم، به صورت نسبی نمیتونم اصلا درش بیارم. خب چون هیچ دمایی رو ندارم اصلا، پس از رابطه پی وی مساوی با ان آر تی استفاده میکنم که اینجا آرم هم همون ثابت عمومی گاز هاست که مقدارش آر ثابت عمومی گاز هاست، مقدارش 8.314 ژول به روی مول کلوینه.
خب شروع میکنم به جایگذاری اعداد. حواسم هم هست که این اعداد بر حسب اتمسفرن، یعنی همشون باید فشارها در 10 به توان 5 ضرب بشه و حجم من بر حسب لیتر، پس باید در 10 به توان -3 ضرب بشه. پس من از نقطه آ شروع میکنم، در نقطه آ یعنی پی آ وی آ مساوی است با ان آر تی آ. پی آ که چقدره؟ 2.4 ضرب در 10 به توان 5. وی آ 2.2 ضرب در 10 به توان -3 مساوی است با n که 32 صدم مول ضرب در r ثابت عمومی گازها 8.314 ضرب در تی آ. درست شد؟ اول ساده بکنم 10 به توان -3 رو با 5 میره 2 تا باقی میمونه واسش دیگه باقیش خورده، باید مرتب و منظم بنویسیمش، با ماشین حساب حسابش کنیم. تی آ برابر است با 2.14 ضرب در 2.2 ضرب در 10 به توان 2. من 10 به توان 2 هم بازش میکنم، برای محاسبه میخوام راحت باشه. ضرب در 100 میشه تقسیم بر 32 صدم ضرب در 8.314. اینو با ماشین حساب میکنم، جواب میشه 198.46 که من حتی میتونم روندش کنم 198 رو نیم بزنم. واحدش حواستون باشه کلوین. این دمای آ میشه. همین دما مستقیما دمای سی هم میشه. چرا؟ چون فرایند آ تا سی فرایند همدما بود. پس در بخش الف این دمای سی رو ما به دست آوردیم و دمای آ رو. و حالا از پی باید قاعدتا دمای تی بی رو به دست بیارم. برای پیدا کردن دمای نقطه بی من از پی ای وی ای به روی ان ای تی ای مساوی است با پی بی وی بی به روی ان بی در تی بی استفاده میکنم. شروع میکنم به ساده کردن. مقدار مادم که ثابت، انها ثابتن. فرایند آ تا بی، توی فرایند آ تا بی چیه؟ فشار ثابته، پی ثابته، پس پی ها هم خط میخورن. وی آ به تی آ مساوی است با وی بی به تی بی. اینجا هم چون نسبیه نیازی به تبدیل حجم و فشار اگر داشتم ندارم، ولی دما حتما باید بر حسب دمای مطلق باشه. پس من می نویسم وی آ حجم در نقطه آ 2.2 تقسیم بر تی آ 198.46 برابر است با وی بی فشار در حجم در نقطه بی که میشه 4.4 تقسیم بر تی بی. همینجا خیلی ساده و راحت 2.2 ضرب در 2 شده که شده 4.4. 198.46 هم باید ضرب در 2 بشه. پس دمای نقطه بی تقریبا میشه 396 ممیز اردن 1 دهم کلوین. درست شد؟ پس دمای نقطه آ، دمای نقطه بی و دمای نقطه سی به دست اومد. آ و سی که دمای یکسانی داشتن، هر دوتاشون 198 ممیز 46 بودن و دمای نقطه بی هم برای من به دست اومد 396 ممیز 1 دهم کلوین. درست شد؟ خب که آ هم دوباره همونه، دوباره 198 ممیز 46 کلوینه دماش. این دماها که من به دستشونه. بخش به دلتا یو را برای فرایند همدما به دست ببینید. دلتا یو کلن فرایند همدما دلتا یوش مساوی است با 0. چرا؟ چون دلتا یو تغییر انرژی درونی فقط به دما وابسته است، فقط به دما وابسته است و چون دما ثابته دلتا یو مساوی است با 0. چون دما ثابته دما ثابت است و دلتا یو هم فقط به دما بستگی داره، چون دما ثابته تغییر انرژی درونیش 0 میشه.
بریم بخش پ. یه بخش شاید نیاز باشه بگیم که خب یه انرژی درونی نقطه ها رو با هم مقایسه بکنیم. بعد وقت من بنویسم دلتا یو آ تا بی چی میشه، بعد کیو به علاوه دبلیوش رو بنویسم. شاید در لحظه اول از این تکنیک بتونه استفاده کنه ولی خورده زیاد بشه. اما من میدونم دلتا یو به دما بستگی دارد، درسته؟ آره من میدونم دیگه به دما بستگی داره. خب از نقطه آ تا نقطه بی، از نقطه آ تا نقطه بی دما از 198 رسیده به 396. پس دلتا یو، پس تی بی بزرگتر از تی آ، یعنی دما افزایش پیدا کرده. در نتیجه اتفاقی که میفته دلتا یو هم مثبته، افزایش دما در نتیجه افزایش به علت افزایش دما. دیگه من جا نداره توضیح نمی‌نویسم. دلتا یو تغییر انرژی درونیش هم افزایشی یعنی مثبته. اما فرایند بی تا سی اتفاقی که افتاده چیه؟ دما از 396 و 1 دهم کلوین دوباره برگشته روی همون 198 مایز 46 صدم کلوین. پس تی سی کوچکتر از تی بی. در نتیجه دلتا یو، اینم بهتر اندیس بزنید، دلتا یو آبی بزرگتر از صفره، دلتا یو بی سی کوچکتر از صفره. چرا؟ چون کاهش دما داشتم. دلتا یو قسمت همدما یا سی آ هم که کلن صفره چون دما ثابته. قبل از اینکه ماشین‌های گرمایی رو بریم مسائلش رو حل بکنیم یه مرور داشته باشیم روی خود مفاهیم ماشین‌های گرمایی. ماشین‌های گرمایی دستگاه‌هایی هستن که برای ما انرژی که ناشی از اون سوختن یه ماده سوختنی باشه رو از گرما به کار تبدیل میکنن. حالا فرآیند برعکسش هم هست که مدل یخچال هست که توی قسمت سمت راست ساده کشیدم. به صورت کلی توی ماشین‌های گرمایی که حالا انواع مختلفی هم دارن، ماشین‌های گرمایی ما درونسوز داریم و برونسوز داریم. درونسوزها مثل ماشین‌های بنزینی و دیزلی هستن، برونسوزها مثل ماشین بخار و استرلینگ رو داریم. و در نهایت ماشین‌های گرمایی توی قسمت ماشین‌های گرمایی، ماشین گرمایی خب یه گرمای کلی QH گرمای بیشتر به سیستم داده میشه و سیستم برای من یه کاری انجام میده و باقی مونده گرما رو میده بیرون. QH گرمای منبعه با دمای بالاتر، انرژی گرمایی که با منبع دمای بالاتر به من میده. W میشه کاری که واسه من انجام میده این ماشین. و QL که حالا ما قدر مطلقش رو همشون داریم نگاه میکنیم. و QL گرمای منبع سردتر یا حالا با دمای پایین تر، یعنی اون باقی مونده گرمایی که مثلا بیرون میده. اینا ماشین‌های گرمایی هستن. مدل برعکس این فرایند مدل یخچاله. خب مدل یخچاله. توی یخچال سیستم میاد گرما رو با انجام یک کاری گرما رو از منبع با دمای پایین‌تر میگیره، یعنی مثلا از داخل یخچال گرما رو میگیره، خنک‌ترش میکنه و گرما رو به بیرون میده. دوباره اینجا هم باز قدر مطلق QH برابر است با W به علاوه QL که قدر مطلق QH میشه گرمای منبع بیرونی یا با دمای بیشتر. W کاری که یخچال انجام میده و QL گرمای منبع سردتره یا حالا با دمای کمتر. درست شد. خب دقیقاً یخچال و
ماشین گرمایی برعکس هم دیگه هستن. یخچال و ماشین گرمایی برعکس هم دیگه هستن. و قانون دوم ترمودینامیک اینجا بیان میشه، میگه به بیان ماشین گرمایی، قانون دوم ترمودینامیک، یک بار به بیان ماشین گرمایی، یک بار به بیان یخچال. به بیان ماشین گرمایی میگه بازده هیچ ماشینی 100% نیست. یعنی هیچ سیستمی نداریم که تمام گرمایی که گرفته رو به کار تبدیل بکنه. بازده 100% ما نداریم. و اینجا بازده رو تعریف میکنیم واسه هر کدوم. بازده با اتا نشونش میدیم، نسبت W به QH. من همشون با قدر مطلق می نویسم. اوکی، چون اگر منفی مثبت بود نمیخوام حالا منفی مثبت رو درگیر بشن، کلا با W و قدر مطلق QH می نویسمش که حالا حواستون باشه W کار میشه و QH گرمای منبع با دمای بیشتر. درست شد. برای ماشین گرمایی اتا یا بازده یک ماشین گرمایی میشه نسبت کاری که انجام میده به گرمایی که بهش داده شده در ورود با دمای بیشتر. که حالا یخچال هم فرایند برعکسی رو طی میکنه. توی یخچال قانون دوم ترمودینامیک رو که بخوایم بگیم به بیان یخچال میگه که گرما خود به خود نمیتونه از منبع با دمای پایین‌تر به منبع با دمای بالاتر منتقل بشه. سوال 13 مسائل آخر فصل رو نگاه بکنیم. یک ماشین گرمایی در هر چرخه 100 ژول گرما از منبع دمای بالا میگیره. پس منبع دمای بالا و گرمایی که گرفته QH. اوکی، QHش برابر با 100 ژوله و 60 ژول گرما به دمای پایین میدهد. ما همه اینها رو با قدر مطلق میدونیم. قدر مطلق QL برابر است با 60 ژول و بقیه آن رو تبدیل به کار میکند. همین الان QH برابر است با قدر مطلق W به علاوه قدر مطلق QL. QH 100 مساوی است با قدر مطلق W به علاوه QL هم که دمای منبع پایین‌تر 60. پس قدر مطلق W اینجا اندازه کار انجام شده، اندازه کار انجام شده برابر با 40 ژول میشه. خب الف، بازده این ماشین چقدر است؟ اتا، من این مقدار بزرگتر باید بکشمش. اتا برابر است با قدر مطلق W به روی قدر مطلق QH. هیچی منفی نمیخوام باشه. قدر مطلق کار رو چقدر، اندازه کار رو چقدر دست آوردم؟ 40. اندازه گرمای ورودی که به سیستم یا به این ماشین گرمایی داده شده 100. 40 به 100 میشه 14. که حالا اگه ضرب در صدش بکنم، خب درصدش 40% در بیاد اگر بر حسب درصد میخواست. خب این از 40%. این بخش الف بود. فقط من یه چیزی یادآوری بکنم همینجا در مورد بازده. من یه چیزی بگم. بازده، ما ماشین های گرمایی درونسوز داریم و ماشین های گرمایی برونسوز. درونسوز ها به دو دسته بنزینی و دیزلی تقسیم میشن. بنزینی ها حدود 20 تا 30% بازدهشونه، دیزلی ها حدود 30 تا 35% بازدهشون و برونسوز ها مثل ماشین بخار بین 30 تا 40% بازدهشون. بخش ب، اگر چرخه نیم ثانیه طول بکشد، اگر هر چرخه نیم ثانیه طول بکشد، توان خروجی این ماشین چقدر است؟ P توان.
نسبت W به روی T. کاری که انجام میده چقدر بود؟ 40 جول بود. زمانی که طی میکنه هر چرخه چقدره؟ نیم ثانیه. من اینو این شکلی بهتون بگم 40 به نیم میشه 80، ولی خب بهتون بگم نیم میشه 1/2. این 2 میره بالا توی صورت، دور در دور، نزدیک در نزدیک، 2 40 تا میشه 80. درست شد؟ میشه 80 و به روی 1 پس میشه 80 وات. پس این میشه 80 وات توان خروجی این ماشین باشه. برای سوال 14 یک ماشین گرمایی درونسوز دارم. در هر چرخه 8 کیلوژول گرما از سوزاندن سوخت دریافت میکنه. ببینید وقتی میگه از سوزاندن سوخت دریافت میکند ماشین گرمایی درونسوز، پس همین الان QH که داره به اندازه 8 کیلو ژوله که معادل 8000 ژول میشه و 2 کیلو ژول کار تحویل میده، یعنی قدر مطلق Wش میشه 2 کیلو ژول که معادل 2000 ژول باشه. گرمای حاصل از سوخت 5 ضرب در 10 به توان 4 ژول به روی گرم است. دقت بکنید گرمای حاصل از سوخت 5، این یه کمیت جدیده. گرمای حاصل از سوخت در اصل این یه کمیتی گرما به روی جرمه. درست شد؟ گرما به روی جرمه و معادل چی باشه؟ توی فصل 4 اگر یادتون باشه Q مساوی با MLF گرمای نهان هست. یادتون هست گرمای نهان ذوب یا تبخیر و این چیزها از او جنس انرژی به روی جرمه که معادل 5 ضرب در 10 به توان 4 ژول بر گرم باشه، یعنی به ازای هر 1 گرم 5 ضرب در 10 به توان 4 ژول گرما به ما میده. اینجا بنویسم به ازای هر گرم سوخت 5 ضرب در 10 به توان 4 ژول گرما حاصل می شود. این برای این نوع سوخته و ماشین در هر ثانیه 40 چرخه رو طی میکنه. پس دلتا تی رو میذارم 1 ثانیه و تعداد چرخه رو تعداد چرخه رو میذارم 40 چرخه. کمیت های زیر رو حساب کنید. الف بازده ماشین. خب اول از همه اتا بازده الف برابر است با قدر مطلق W به روی قدر مطلق QH. من همشون رو میگم تو قدر مطلق میذارم که هیچ کاری به منفی مثبتش چیزا نداشته باشیم. کاری که انجام میده 2000 تقسیم بر 8000 گرمای کلی که وارد شده بهش ساده میشه، صفراش میرن 3 تا 0 با 3 تا 0 2 هشتم میشه 1/4 میشه 1/4. 1/4 هم همون 25 صدمه که اگه ضرب در صدش بکنم میشه 25 درصد. پس بازده شده 25 درصد. برم بخش ب رو نگاه کنم. بخش ب سوخت مصرف شده در هر چرخه. خب من یه کمیتی رو دارم، میدونم که در هر ثانیه 40 چرخه میره. سوخت مصرف شده توی این بخش میخوام سوخت مصرف شده رو حساب بکنیم توی هر چرخه. خب گفته توی هر چرخه 8000 ژول گرما دارم. خب پس QH هم مساوی است با 8000 ژول گرما. گرمای حاصل از سوخت هم، یعنی اگر سوخت رو بسوزونم 5 ضرب در 10 به توان 4 ژول به روی گرم، یعنی 50000 ژول به روی گرمه. پس Q به روی M هم میشه 50000 ژول به روی گرم.
حالا یعنی اگر 1 گرم سوخت بسوزونم 50,000 ژول به من گرما میده. حالا 8,000 ژول رو تو چقدر به من میده؟ دیگه از این ساده تر بیایم حتی اگر نسبت و تناسب میگرفتم، یعنی بر حسب نسبت و تناسب می نوشتم مثلا بذارید با خود 50,000 هر 50,000 ژولی 1 گرم حاصل از سوختشه. حالا 8,000 ژولی چند گرمه؟ دیگه معلومه دیگه. حالا اینجا x بذاریم، x میشه 1 ضرب در 8,000 تقسیم بر 50,000. درست؟ که x گرمای حاصل از سوخت رو من اینجا واسهتون به دست میارم، میشه 8,000 تقسیم بر 50,000 که 1 2 3 3 ساده میشه. 8 به 50 میشه 16 صدم، البته میشه 16 صدم گرم. پس این میشه، من اینو m میذارم جای x m میذارم، جرم معادل 16 صدم گرم سوخت حاصل میشه. برای بخش پ توان این ماشین، توان تعریفش چی بود؟ نسبت کار به زمان. خب چقدر کار برای من انجام میده؟ 2000 ژول. 2000 ژول تقسیم بره در چه مدت زمانی؟ گفته ماشین در هر ثانیه 40 چرخه رو طی میکنه. پس هر چرخش، اینجا دقت کنید، در هر 1 ثانیه 40 چرخه رو طی میکنه. پس 1 چرخه توی 1/40 ثانیه طی میشه. پس من اینجا می‌نویسم 1/40 زمانش. 40 میاد بالا ضرب در 2000 میشه 4 2 تا 8 تا و 3 تا صفر خودش داره، یه دونه صفر هم برای 40 میشه 80,000 وات. موفق و پیروز و سلامت باشید. حتما تمرین بکنید. علی یارتون.